سلام دوستان، با کانال نیکاتوب خوش آمدید. ما کوشش میکنیم ویدیوهای تیار کنیم که کمی هم باشد آدمانی را که با کار و بار زندگی مشغولند و وقت خندیدن ندارند را بخندانیم و توسط ویدیوهای ما غم و درد خود را فراموش کرده لحظه لبخند زنید. اکنون شما لحظه های خنده آور ثبت شده در دوربین را خواهید دید و به خاطر دلگرمی ما حتما لایک گذارید. دوستان امروز با شما یک خبری بهترین داریم. شرکت آسیا مارکت طول چند ماه شد که با ما همکاری میکند و به مشتریان خود تنها داروهای گیاهی و ارگینال را پیشکش میکند. شرکت آسیا مارکت تصمیم گرفته است که به خاطر فرارسی نوروز از امروز سر کرده تا 22 مارت در همه داروهایشان 15% تخفیف اعلان کند و اکنون شما امکانیت دارید که همه داروهای آسیا مارکت را با تخفیف 15% خریداری کنید. نمرها در روی اکران زنگ زده از نام کانال ما سلام رسانید و این امکانیت را از دست ندهید. شاید دیدید آدمی را که عینکش را روی سرش میگذارد و بعد آن را فراموش میکند و نمییابد، یا فردی که تلفنش را میکوبد و نمیآید به خاطرش که آن را در کجا گذاشته است. اکنون یک پدر را میبینید که به خاطر این سادگیش مورد تمسخر مردم قرار گرفت. این پدر خیتایی در کامراهای نظارتی ثبت شده است. او پسرش را به میانش بسته است و کالسکه او را حرکت داده آن را آرام میکند. اما وقتی سرش را از تلفن برداشته به کالسکه نگاه میکند، کودک را در درونش نمیبیند. خیلی ترسیده است چون که کودک گم شده است. او این طرف و آن طرف نگاه کرده کودک را میکافت، اما وقتی سرش را پایان کرد کودک را روی سینه اش دیده نفسی راحتی کشید و با خرسندی کودک را نوازش کرد. خیریت که به میلیسیا خبر نداده کودک را یافت. جیسون یک گیمر و استریمری با قوت است. یک شب وقتی در حجره‌اش در حال استریم کردن بود، مادرش به حجره‌اش می‌دراید تا به او شب بخیر بگوید، اما نمی‌داند که او ثبت مستقیم دارد. Mor for helvede. Du må da ikke gå på stream. Jeg skal nok stoppe. For helvede, mor. Godnat. متاسفانه لباس هم به تن ندارد و نیمه عریان است. اگر شما تعجب کرده اید که چرا مادرش در خانه با این لباس میگردد، راستیگه من هم حیرانم و جوابش را نمیدانم. تصور کنید که شما چنان به تلفن خودتان جلب شده اید که نمیفهمید که در کنارتان دزدی شده ایستاده است. چون این حادثه در برزیل روی می‌دهد. این مرد چنان غرق در تلفنش بود که آدمان مسلح به درون در آمده به همه گفتند که بر روی زمین بخوابید. سپس همه پول را از خزینه‌دار گرفتند و رفتند و تا حال این مرد بی‌خبر از دنیا از واقعه خبر ندارد و وقتی چشمش به آدمی که روی زمین خوابیده است میافتد با صدای بلند میخندد، اما وقتی موضوع را میفهمد هوش از سرش میپرد. غم و دوری از عزیزان هنگام خداحافظی عروس و مادرش همه را به گریه می آورد، اما در این ویدیو عروس که خیر و خوش دارد در گریه مادر او را خنده میگیرد. وقتی به او میگویند که مادرت گریه دارد، او میخندد و دو دستش را بر روی مادرش گذاشته آه آچه جان میگوید. بعد به او میگویند که اقلا دروغکی هم که باشد گریه کن. سپس عروس برای نمایش با دستش رویش را پوشانده گریه میکند. अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। ماه اپریل سال 2014 در باغ وحش شهر سیچوان در چین در یک روز عادی مردم به حیوانات خوراک میدادند و رسم میگرفتند. سپس توجه دختران به میمونی که در پشت درخت پنهان شده است جلب می شود. آنها خوراک را به او نشان داده او را نزد خود میخوانند، اما او از ترس میگریزد. همین لحظه یک میمون دیگر از پشت او دویده میآید و اول با یک دست خوراک را از دست دختر میخورد و بعد با دست دیگرش تلفن را گرفته میگریزد. دختر بیچاره داد و بیداد میکند، اما دیگر فایده ای نیست. تا حال شنیدید که مجرمان برای گریختن از میلیسیا راههای گوناگون را استفاده میبرند، اما ماه مارت سال 2019 در ولسی انگلیا این مرد راه غیر عادی را استفاده برد. متاسفانه دستگیر شد، اما راه گریز او همه را به خنده واداشت. این مرد بعد قانون شکنی کردن میگریزد و به خانه میآید. بعد کریشه خانه اش را شکسته به بام خانه میبراید، اما جرئت نمیکند که از آنجا فراید. وقتی که میلیسیا از او خواست که پایان فراید، او شیفرهای خانه را به سمت میلیسیا پرتاب میکند. دوستانش زنگ زده یاری میخواهد، اما بیچاره نمیداند که دوستانش با میلیسیا درگیر شدن نمیخواهند و هیچ کس به او یاری نمیرساند.
حالا یک نظر به این برنامه سوئدی The Presence at the Ford اندازید که در یک برنامهش یک مدل و شخصیت شناخته سوئدی گونلا پرسون را در یک ماشین ریشوتکدار نشانده در بین پلنگ‌ها رها می‌کنند. یک پلنگ از پسش شده گونلا را خیلی سخت می‌ترساند و از چهرهش معلوم است که از این برنامه گریختن می‌خواهد. ماه اوگوست سال 2020 یک ویدیوی ثبت شده در فلوریدا خیلی تماشابین پیدا کرد. در این ویدیو می‌بینید که این جوان با نام مایلز ویلز یک محفل برگزار کرده از عروسش خواستگاری می‌کند. بعد راضی شدن عروسش، مایل از دوستش می‌خواهد که انگشترین را به او دهد. دوستش انگشتر را پرتاب می‌کند و آن به درون دریا می‌افتد. بعد پخش شدن این ویدیو در اینترنت بیننده‌ها به حال او خندیدند. اما پس از مدت مایل یک ویدیوی دیگر را گذاشته، گفت که این شوخی با عروسش بود و آنچه که به آب افتاد یک قوطی خالی بود. سپس مایل می رود و حلقه اصلی را آورده به دست انجی می اندازد. وقتی توپ با سرعت بلند آمده به نقطه حساس بیتمن زد، فریادی او را بلند کرد. بیچاره این درد را تحمل کرد، اما پس از مدت این حادثه دوباره تکرار شد. در اینجا کاپیتان تیم حیدرآباد با نام ورنر شاید فراموش کرده است که در میکروفون با دهان گپ میزنند، نه با یگان جای دیگر. در این مسابقه این جنگاور کره‌ای دختری روی رینگ را به طرفش میکشد. او به خاطر این کارش مجبور شد در دادگاه جریمه سپارد. صحنه عجیبی دیگر آنجا بود که وقتی این جنگاور در یک مسابقه دیگر پیروز می شود، حتی به اون دختر نزدیک ایستادن نمی خواهد. در وقت روبرو شدن پیش از مسابقه، این جنگاور کوشش میکند دل دختری روی رینگ را یابد، یعنی فرصت را غنیمت میشمارد.